سلام علیکم استاد. سوال در باره اعتکاف است. روزانه در کار هستیم، شبانه بعد عصر اعتکاف داریم. بعد عصر یعنی پیش از غروب آفتاب، مثلا بگذار 15 دقیقه 10 دقیقه پیش از شام باید درآید به اعتکاف. بعدی بامداد برآمده به کار روی میشود. میشه اگر کاردار باشید میشه. بعد چه خیلی کار میکنید؟ شب عبادت کردید، یعنی دهه آخری رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم احیا لیله، شباشون شب زنده داری میکردن. اما دیگر دهه ها هم خواب میکردن هم عبادت میکردن، نماز هم میخوانند، قرائت قرآن هم میکنن، دعا هم میکنن، خواب هم میکردن. اما این در دهه آخری رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم شبشون پر شب زنده داری میکردن و ایقظ اهل و عائلشون هم بیدار میکردن. یعنی یک خودشون نه، زنهاشون هم بیدار میکردن. و شد معذره، کمری خود را میبستند، یعنی ازار خود را میبستند. دو معنا داره. یا معناش یعنی از زنها دور بودن، یا معناش کمری همت میبستند. برای اینکه هر دو معناش درست است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند. در اعتکاف از زنها دور در مسجد هستید. یعنی 10 شبانه روز پیامبر صلی الله علیه و سلم پر در مسجد بودند. با وجود اینکه یک چیز فراموش نکنید، اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم راهبری تمام مسلمان ها، راهبری مادی و معنوی، قائدی جنگ، راهبری دولت، سیاست در دست، در دوششان مسئولیتی تمامی امت تا روز قیامت است. با وجود همه این کارهای ترک کرده اعتکاف می نشستن. تا کدام درجه ضرور بود است که با وجود این قدر ما خودمون سرکار گرفته ننشستیم. ما مردم که دیبند، ما باید نوار آماده کنیم، باید به سوالای مردم جواب دهیم. در داخل مسجد این شرایط تشکیل کردن ممکن نیست. مجبور هستیم در همین استودیو آماده شینیم. گفته ما به خودمون عذر پیدا. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم راهبری مسلمان های تا آخر دنیا، از همه شخصی پرمسئولیت، تمام مسئولیتشون ترک کرده. 9 زن داشتن همون وقت، 9 زن ترک کرده در اعتکاف می نشستن. مسئولیتی امت پرتافته، سیاستی دولت ترک کرده رفته اعتکاف می نشستن. این دلالت می کند که تا همین درجه ضرور هست. بنابراین برادرها کوشش کنید، کسی امکان دارد کوشش کنید این 10 شب غنیمت دانید.